گرفته بودن که سیم کارت نو گرفته باشه که ما تو تماس داشته باشیم دیگه کس نداشته باشه. خاموش است. او خاموش است. من قشاو زنگ زدم که بچه اگر اون محفل سالگرد خلاص شد باز شو بیا یک من منتظرم کوچه رو بر تو باز کنم. توبه خدایا توبه خدایا. حالا نه جان من چیزی نگفتم، گفتم فقط پیرانده میشویم. نه چرا میشی شکر دخترم است میشه. تو چی کار هستی؟ با تو چی؟ خب خیره با مون میبرم کالایت. این خدا قصه از بچه نیستم، قصه خوار خود دیگه هستم. ناله بود از سال ما آمد. خدایا دیگه اینقدر مادر چی شد که کت از نسواری تو من نکنه ما کاری نرفتم گفتم او سر صدا میکنه. میموند یک جای میرفتیم پر در حال اینا لطه یک مسئله خیره باشیم. پایتم درد میکنن. هتل هم دیدم گفتم باز که اگه در هتل شد دیگه بیار ندی که گپ مردم میای تا بکن دستان بتا خوب هستن. این کالا من فقط هم گفتم بیبی جان کالایت بکش که کالایت بوی میده. خو یکی بیا خواب رو یادم میره. چمی که دخترها چه شد که رفت دیگه تا رو درکش نیست. خدا جان من چی خواد کردم چی جواب بتون مردم خدایا. پشت تخم یکی دیوانیم کردی همین جگر خون هستم خودم کم به دم دم پای من میایی. خدا چی کنم خدا من. تو برو گمش که خودم جگر خون هستم بان من. این دخترها چه شد نمیفهم خدایا. کدام سنه بپالم خدا من چی چاره دارم خدا. خدایی تر اولاد گمراه ده کسی نتا که به ما داده خدا. ای خدا جان من در کوچه تا به که سعی کنم چقدر بد از خدا. ای خدا جان او دخترم تا این کار کردن دست پای تا خدا مایده میکرد. او خدا جان تو کاش که کتی تو یک آدم میرفتی که آدم نرمال می بود آدم صحیح می بود کتی چاره بیشاره سیگریتی و نفواری رفتی. من چی چاره کنم خدایا من چی چاره کنم این شهر من کجا برم جواب مردم من چی بتو خدایا. ها مادر چی کنم ها مادر جان مادر جان به خدا پا میگه یک سال خانه نیستی من خدا کجا هستی بیا مادر جان بیا مادر جان چی میگی خدا آورده سر ما حال چی کنم دلم خون میچکه و مادر جان خود دلم خون باران شد چی کنم دیگه. خوشحال هستیم خدایا سلمو چطور کنیم با مادرم چه قسم بگوییم. زمین چاک شد دختر دجدر آمد هیچ جای نیست. بیچاره جگر خون آمد همراه ببین. کاش که یک آدم سعی را میگرفته یک آدم لچک گرفته به خدا. خود سر از شب ما چقدر رفاه ماندم. ای خدا بخی ایران ماندیم چی کنیم
سلما بچه همین تو که نبود. نصیحتش میکردی من سر قار میشدم ولی حالا فهمیدم که بخی راست میگفتی. یاد ما به خوبیش میگفتم اون بچه همه چی خود شکل و چکر آب دست سر ازیشم ما مادر ما ایران ماندیم چه قسم بگیم شفاخانه به شفاخانه گشتیم هیچ جای سرک به سرک گشتیم یه جای بود چه بیبی جان؟ بچه عدستی نمی دخترها به اینمی حال روز رسیدم. اگه یا متوجه من می بودن چرا من بچه موگار می شدم، چرا به این حال روز می رسیدم. سل کن بیبی جان. به خانه چی ندارم باش سر درد میکنم. باشه بچه همون دخترها رو پدرمو پیش میپرتم، تو هم پیش میپرتی، مادرمو پیش میپرتم. حالا ما ملامت بیچاره هستن بچه. حال وقت بیچاره احتیاط میکنه. خود 2 نفر زود چی کنن؟ کدام سر زود بگیرن؟ حالا چی جغات ما زیاد از بچیم، کجا دیگاه بلند بالا میمانه که باز حالا از روز که از مسافرت از قدمم میدانوی باشد. آمدیم که یک روز ندار بیبی جان. یکی میره یکی میره، یکی میره یکی میره. همون دخترها گناه داره بیچاره با سیاستر هستن. خب بچه دلشان ناامیدی میگرده میگه پدر ما ما خود چیز نگفتیم نشان نخونم اون جوانا مرکش دارم ما بی تفاوت هستن در مقابل من. حالا در قصه من نیستن دارن به خدا. دوستم اونجا دارم. بود مرد زنگ میزدم میگفت بیبی جان فقط بیبی جان فقط قدر دوست دارن کل گپ سر زبان شد. ها بچه والا می دوستی خوش کپش کم چی کنم. مادر باجان بله وقت نان چیش مادر مادر من رایی کردم که تو باید یک دفعه گفتم بر وقت پاسمانشم امروز روز پاسمانش بود دیگه من کار داشتم نرفتم دخترها میگه تنها بود گفتم ببرش که هم به تو بیخلقی میکنه یک رقم خلقش تنگ شده که ایران منیگاهی بود بیچاره مال دخترها رو پیشویش نگویم بولش بالا نشم ماما جان هر دو دخترام خوب بیاب کرده بود هر چیز گفته بود گفتم ببر کلان از خیر سرش درد میکنه دیگه گفتم ببرش بچه میرم یک گردام شهر و بازارم به تجده موتر میبرم یارش که زره خوشم دیگه شده دیگه پاسمانش وقتش بوده بود پاسمانش گناهش هم نیست ماما جان پیش از یوم خون میکرد کم حوصله شده حالی نخواهد برسه که من تا به یک گپ ندارم راست میگی ماما جان خراب میشن از خودم میشناسم بیگانه راست میگی ماما جان حوصله ندارم حالا خب بیخی و بیخی دیگه ماما جان میگه که مادر خو بیاز یک کمک خوی خدا سر دخترها چه یگان وقت پتکا شده کم میکرد حالا میگه دست بیبی دانش بر بیبی بانش حالا به دختر ما اومده دختر خرد ما اومده تو یک رقم میگم خورشید خورتون که برای غمش ملاقه را آورده خوب کردی نمیتونی اگر ملاقه و قسمه بگی بس خود کچولو توتا میشنی ببین مام خوش داره الله خورتون بگیم بیخی آدم ازش میترسه خوب شده ناله این خوصه ایست که خوب شده بیم خوب شد چکش بنداز بعد از او بازوره ببر بگی چکر بنداز سر کم کم یا خودم پردم نه بیر داخل باز مندازیم تو غوریار بکش من چیرم میکنم خوشیم سرخانم بانم تر بازوری کنشت چکشم مندازم سرس خورده ما تو خوشحال هستیم خوب سر ما می نمیال روز نکو بچه ما تو جگر خون نکو مرال تو مولاد مثل تو دیده بچه کنم ما چه خبر همین نوازه رو بخورم غم دختر رو بخورم مادر جان جو با مردم چی بک می بریدگی رو کجا ببرم این شرم کجا خیلی گیران میشه نه غصه میشه اون چیز لازم پرسان کرده بودی نکرده بودی مامی نه هیچ نکردی پرسان از تو همین گفته بودی که میگیری خوش هستی نیستی اما تو دادی بعد خود مادر و نمو سلما خورش دیده بود که این بچه چند دفعه دیده بود از امو خاطر چرا گریان داری؟ نشه میلاقی دادره که تو پر خاک شده چی شده؟ حالا نشد داستاناتشان پیدا؟ او بچه چی کنم کلی شاید دست شماست کلی شاید دست بیادرت است کلی شاید دست این مادرت است این مادرت یک کپ نسواره که انداخت دیگه مغز سرش میره دیگه میره فقط که بگوی که اشرف غنی یا عمران خان پادشاهی خودم میده حالا جان بر مادر ما دروغ گفته خب من میرم پیشندی والای این من ایفا من خوب این بچه میگه که دم یک اولی نشستن نه قدر بر ما اگه جای دادم تا نه بلای جان خودم شدید ما راستین بر ما شدید خب نیست دیگه اولاد ای مادر چرا تربیت نمیدادم یا اولاد خدا یکی بیوگی مرا خورد بیچارگی مرا خورده که شما بلای جان ما شدید به تمام را فکر دارم که چی بگویم مادر من اینا رو بگویم تو با خوبیش چی فکر میکنه میگه خدا نادسه کرده شبخانه زخمی شده
خاک دست سرت شوا سلات کده زیکار امی تو به خوبیش میگفتی یک روز قسم به سر بخوره پشیمان شده بیا یک وقت من نه می‌بینم. خوار باشه نه مادر باشه هیچ کس به دادش نرسه. کدام مادر دیدی که دعای مردن اولاد خدا کنه مادر مشته بود دعا داشت که بمره راست بس بیای میگی. مردش زده سلما به زن کاکای مال چی بگوییم؟ دختر خال نامزاددار شد لفظش دادیم گلش دادیم حال به زن کاکایم چی بگوییم؟ ما چه موره چوارم ندادیم و دختر امروز باشه صبح باشه میخیزم میگه خرید شینی خوری میکنیم. بیا دعا دیگه چی گفتم گفتیم که برای بچه دعا؟ میایم مرا اونمو چی گرفته تشویشش گرفته بیا که بریم گم کن بریم بیا خانه بریم یک پلان خود گرفتیم در دو طرف ملامت است. خب دختر ما تو تربیه داره که بچی بیادر تربیه می داشت. آلا مادر جان همی خواهمش بود حالا همی خود نصیحت میکرد باید دختره حالا ما کدام دختر از امیر گمراه کردیم کدام روز کدام گپ بد زدیم خواهمش نصیحت کردیم پرسان کرده بودی چیز در دست خدا دم است زن تو میگم خدا هیچ نمیفهمه من خوب روز اول گفتم مرا نیست اوه مادر کدی که می خوش رسیده می من دختر پرسان نکردم این سلما خوارش چند دفعه کت بیادر اینمی جانگور بیادر سیگریتی نسواری از این مدام میگه زیر درخت دیدمش بیا بشاب کردم خونمو گفت که مادر جان امیر بده که همی نشرمانه ما را خدا نخواسته که پشت از کتمو کو جور بود کاش که امور بمون میدادیم دیگه چرا تو کدی دیگه مادرم خامده بود پیش اینا لی بگی تنها دیگه گناه بیادر مام نیست دیگه حالا مادر تو با خدا بیادر تم نسواری سیگریتی چرسی و بنگی مادر تم نسوار بود اینم شما اینمی کارا کردین شما دستتان یکی بود نه نکردین نه نداشتین خبره چی داشت شما اینمی میگه مار که مبره از آستین خدا آدم مبره من خبر نداشتم زن ما معلومت چرا من خود ابدی تا نیستم خدا تو مادر من میگم اصلا میگه خودم تو مادر بدویت نمیکنم بچه که دو تا سر دیگه پیش من بدویت نمیکنم برو حالا تو مانده شدیم بخیر یکی خونک پایدر شدم حالا تو یخم زد سعی که دستایم بخی قاق مانده اینه دل مادر تینم تو خدا دلم بیاره ساده ما مرامش کی مرده کلی سرتان خبر میکنین من میفهمم آره چی بچه میره چی کردی خور تا کدام سر درک چه پیدا کردی مادر این جای نبود چی گریان داری چی شده چیزی سر درک پیدا نه شد مادر کل شب خانه رو که تارزو گشتیم هیچ جای نبود میتونیم که باشه یک اول سعید خود تو خوب زایی که من چی کنم ببین خیلی ما چی کار هستیم هر جایی که میریم میگن نیست زمین چاپ شده این حال خیلی ما دیگه چی کنم من که می دختر کجاست نمیفهمم این سال بعد میاد رسال مارام شود سال کارام نباشه مقال مقالا میکنم دختر دوام میزنم یکی دیگه بخی جگر و خون ساختن بگم که دقیقی از یافت نیست من رزد کس هرچی میکنم یارم خیر کار صافی کنم روبه مردم پیسه دار بسیار خودکتا میگیره زیاد خودکتا میگیره ما پیسه دار هستیم شما پیسه دار هستیم ما خدا داریم ما را خدا میده شما چیستیم که ما را بدیم دربار خدا که کلام است خداوند ما را میده نه که مادر چهار طرف پرسان کردیم از دکاندارا مادر جان گریان کلی پیدا نمیشه پیدا نمیشه دیگه رفت دیگه خدا بسی بریم مادر جان خانه بریم بالا بیای تو کنال وزیت کارو یکی دخترام چقدر دوستاشون یک خپخ خونک از بری خود از این برین مادر شما خانه برین بیخی همی خانه و جای زندگی برین مادر دردی برا من مال نمیری بالا شو بری خانه بری خونک از بالا شو پس خاطر تو برا من مال میگه نمیرم فقط داری دختر شمسایی که روی مادر خدا میشه روی بیادر خدا میشه که میگه نه بیادر ملامت نیست ملامت است دخترم ملامت است بچه‌ام ملامت است چی کنم مادر چی کنم خونه کس بیری نگه مادر کمش که بیخی دلم از زندگی سیاه شده دیگه دیگه ندی بیری در خونه کن ندی دیگه حالا کار که شد دیگه خودتون باید استی مادر جان بخصیش نباش
بچه من مرد خوب بود نه حال روزی شرمندگی را کجا ببرم و دختر سنه کی روی دور بتام چی که ما صافی میکنم میمونیم و میکردم نه خیلی بچه من صافی میکنم باش که پاک شد سطور شد کلایی که ششتی اما تمام دیتر یکنه که او لکه داشت او اینجا شور است نی لکه لکه شده میکردم من صافی میکنم خیلی خیلی دیگه کوی تور داشت بیرون یا بازم اینجا کی؟ زن مامان دیگه کی؟ بده پس گریان میکنم رفتم دخترش رفتم چی بیرون پولیدم هر جایی رفته شفاخانه دستایش رفته نبودم باز من رفتم که برم یک گوالشون پرسان کنم اونای شماست بگو ما چی گناه داریم گناه ما چرا باشه؟ اینمی بیادک تو برده دیگه او را اینمی شما دست دارین شما دست دارین در این کار میگفتی ما دست نداریم بیادر نمیفته در جای رفته چوکی دوری میکنه مرد است مرد کار نکنه در خانه بشینه دختر تا نگاه کن خدا که کی رفته شما نیستیم گفتم که ما بیادرم بگو دختر تا نگاه کن خدا که کی رفته برای پس شما پیسه داری بی غیرت اینو تو داریم پیسه داری داره که بگو قطن بالا سر برای خریبارا نداریم شما رو ما اینجا شاندیم سعی کن ما راستیم اوه ما رو شانده ما رو ما شاندیم جایی دادیم نمیخوانی چه قرآن خود ما رو شانده مرا باید اینمی افتاگه که آمده دست خود بگیرن ببرن دا چی بانن دا تشنا بانن که ما برم وضو کنم نماز خدا بخوانم و اگه مرا دوست می داشت و همی که برم تیم نمازم برشان معلوم است چرا نمیخیزن نمیرن قول بول شدم ملکه گفت من بالا رفته بودم حمامو یا پاک میکردم مینام در داخل خانه بوده بچه ما یکیش خود کندو رو خدا پندانده که خدا شور داده نمیتونه به یک مشکل کار میکنه همون زمان دیگه زده بودی بیچاره بشه و تو روز گریان میکرد قوم که گریان کنن گریان میکرد میگم چرا ایت مرد چیزی نگفتم قوم که گریان کنن چه کنم شان بچه این ناسیم تو سیپل غم ما میخوریم این غم ما میخوریم این خانه رفتیم بخیر بر چای میندازن جو یک تیار میکنن کالکای پاک تو کدگی سردست شکر کمی زخم میذاره خوب شده پیش آمده خیلی بینه این دکتر خوب لایق دکتر بود این دکتر ارسلان است نه بسیار یک آدم نیکبخت است جی ارسلان نمونده بیبی جان نه بچه شما خورد بودی نکن اونجا رفتیم خیلی بسیار سابقه دار آمد بسیار سابقه دار است بچه بگم که بیبی کل دنیا به جانت نرسه خب ما تو میگوی کم که بیبی عجله نه میبچیم دو بوشلک دم خدا میگیرم اینجا سر راست سگمش کن هر کس تیره بیر میشه مادر میمه مرد تو بیاب کرد گفتم بچیم چه باشه دیگه خودت سرش به حالت شده دیگه چی که بچیم نان تیار شده من نبیم میتونی کشنه دیگه خلق از دخترم تا کنه دیگه دخترم پیشم زیاد شکایت کرد خود چی کنن دیگه بیچاره اون سرش درد از چی میگه ما خو نمیخواستیم مامان جان کی کاشانه خیر برای بیبیت بانین خو دخترم خورشید برای بجان برای بر بیبیت بانی خوب بچیم که چی میگه ماما جان تو چی میگی مادرم است حالا خود چی نیزم دخترها کلش خدمتش میکنه خودم پرته ببر گلوس خود داریم در داخل اتاق نه پس از یادگاه چند ناغوری بکشم برشم بکشم خوب سایسی میگه کم بکشم خبر نداری خود نه خب مامای موشانم هست بگه نه پایانش مایدان شده سنه کی روی دور بتم سنه امایت سعی کنم سنه زن ایوار سعی کنم سنه کی سعی کنم اگه سباز بی بیادی بیاید نمی خانم گوی که بیاید دختر من چی بگویم چی جواب بتم مرا مامی تشویش گرفتم مادر خب بگوید دیگه چطور کنم چی کنم همزادان دختر چی جواب بدی مادر خود از بند میبرید
او مادر چون در فکر چی کرد کنم؟ راه بسنجی نمیشه چی بسنجیم چی کردیم اما گیره دستم گرفتی دختر نه فکر من نه چرت من نه چیز برای من که باید فکر کنم سرچ کنم که چی کنم یک فشار سرم شاپیده بیاد گونمون نمیش خبر داد از کل گپ یک فشار سرم بیاد که همون اقرار شد که چی گفتیم هست. بیبی چند دفعه گفتیم میگه بچه اینجا چاکیداری کار گرفته بچه در کدام گورستان چاکیداری بچه شبکاری میکنه روزکاری میکنه شما سرش تومت زدیم مادر دروغ میگه مادر اونمو مادرش دستش یکی است مادرش نسوار میزنه بچه جوان خود دپالی خود میشانه که بیشه نسوار بزن بیشه چرس بزن بیشه زار مرگ بخو دی خانه بگوام یکم که سم دارم حق دارم دل جمع باشه بی تشویشاره برو نکو هیچ مرکز نشد یک دفعه آواشون میگفتی که زیاد ازشون ما هیچ یک دفعه نمیری ما برو ما چی کنم برو همو این از 3-4 روز شد دیگه نیستن بچه تو هم نیست و هم نیست بچه من نامش نگی دختر او مرد است بچه من نیست بچه من کار میکنه او خود سعید که خانم نباشه من خوش هستم که نباشه هنوز خوب ولی میگه که دختر مسته من با دختر چه میگه مال تو اوش کنم سعید دوز نگی دختر خود اوش کنه بچه من قایم نگیره بچه است که بچه نیست فهمیده نفهمیده نکنه دست مردار میشه خیلی دیگه در قامت دست ندن دیگه برو من خود صافی میکنم یک دفعه اونجا میرفتی خوب میشد ایش که کل بیادر من نرفته باشه میرفتی من نمیرم ببینید خانه من غریبی است دختر جان خانه من غریبی است چپس میخورم نان پیاز میخورم نان چای میخورم پیاله کچالو میخورم پلاو میخورم بی پلاو در دماغ میخوره یا غوری میاره که نمیجا باش نمی بیگانه نیست از خودم است منتظر نشی چی میکنی خود گفیزانه سایکو که دی بغل کوشش ده نه خو نمیتونه بازم جنگلی ها را چه قسم انداختن خدا یاره انصاف بده توی تقصیر همین جمع جارو نیستم در خارج بیجان در قصه کنه ببینیم که شار میگن یک زره یک کپ باش بچه قدم راست چرقد بوی است چیز را در دادن بر نفسنگی چقدر مزر است که پلاستیکا تایر بوت کنه و یاره می سوزانن کی خوش داره ای بوش دمی سینیم رفیه کراس هر کار خانه رفتیم قرار میگه دیگه ها خانه خدا جان جور بتید بچه بخورتم گفتم برام بیبیت بانی خواه کرد بیادر تو بگی خوره برای نمونده میرفتم نه نه بخوره قن کجا میری حال چرا میری پیش یک دوسته شو یک دوسته شو باش خوره کجا میری بخورم دیگه آمدی یادم مادر یک روز نشد تو وقت میرم هر کس خانه و جای داره و زنبان که سرم اولاد خود بره سرم خانه خود تو میخوای یک جای بری خوره دلت نارام میباشه میارم میرم منم ماندم تو بود یعنی من گفتم برو بشین نان بخور باز برو دیگه چیز خدا از خوره دیگه بگی بخور که دخترها پخته کردم من نرفتم زنده باشی خیر بینی مادر جان بالا میشیشتن ما بالا بریم بعد اصلا بالا میشیشتن خود تو برو بالا بیا مشکل ما تو بالا بشین که دخترها رسای که دخترها بازن تو جای بسیار میفهمن که کی بالا بشینه جان مرگا یک بار ببین خود نفهمینه که دسته کامورا میگرفتن دختر بیبی دفعه گفتیم که نمی‌خواد روغن هنا سایکل هنا سایکل مزدار بپدر جان نکن خیلی ببینین دختران مستقاتون از خاطر روغنش نمیگم جان پدر از خاطر ازی که میگم که نمی روغن کلش نخسارم برشتم میگم مرچان خوابی که من سایبی جان دیگه نمونده دیگه آدم گپ نیافتی که روغن سر دخترها با نگردی سعی که تو همیره یک درک حالا که روغن نمیخوری کنجک شو یک بغله بون که روغنش بره باز مامای میخوره ماما تو روغنی را خوش داری حالا خودت که نمیخوری گپ نزن سرم این دخترها رو بیچاره یک قزامت کشن دیگه بیا از مادرم بیچاره اردوش دیگه طاقتش نمیک پشتی از یار نکنی پشتی نمیکن آدم نه تا بخو خوردم شیشه راست میگم مامای راست ماما جان مزدار آمدن دستکایتان درد نکنه دختر خیلی بینی بچه جانم میفت خدا جان جور بودی تو
از این مرد نمیگیری خوراک اندک مادر کن برای بیبی تو باید خدا کنه که مانده باشه ماندن 3 دفعه گفتم که باز برم در دیگه ببینم که چیز نمانده نمیمانن زود پخته کرده بودیم خب چای خو نمیخوری؟ نه ماما جان چای خو نمیخوری؟ آب آوردم نه بکی نوش جانت خیلی بخور چرا کمی یک مادر اولاد نبود تربیه میکنن اولش همیشه پیره خودش که تازن امروز صبح گفتی اگر تا پای دلابی گور رسیدن نسوار میزنن نمیکنه که یک سلید دان بچه بیادب خودی که تو چرا نسوار مندازی چرا مادر و بابا میخوامید نسوار نمیکشید پس تو گفتی گلول قاق شد که نمی نسوار میگیره که مندازه شاپیره بیخ دل ما بخ خراب دیگه دل ما زندگی سیاه کرده آره تو استاد تبزن بیخی خود چی یاد کردی خود چی کنم مادر چی کنم بگو چی کنم خدا از قاق بعد وکر نمیتونم یک دختر داره دختر شما مثل اولاد خود طوری فکر میکنم دختر بیچاره از چی گناه کرده چی کنم خدا بعد که خدا جوانمرد کنه کردن الهی امین خدا جوان مرگش کنه کاش کمی جوان مرگش کنه همین پایش شیما حرکت پیدا نمیکرد نمیرفت که بچه چرسی و پودری از من از اون چرا بعد واقعی دخترک خدا بعد واقعی که دخترک خود گناهگار است او بیچاره چی گناهگار است مادر جان تا که امو بچه سگ از امو که دنبک نمیزد چرا می دختر مامتر میشد و بچه از امو همی کاره پشتش گرفته بود دختر تو که کت از او گفتی اگه تو جور نمیمد تو دیوانه نبود که کت جور بیاد یک وقت نسوار آرام باشه که از پیسه داری خود بر ما ورده باشه که باشه یعنی از غم و تشویش نسوار بندازه ما خود نمیگیم تو ببر براز و یگان چیز ببر نمیگیم خبرشون نمیگیریم خبر گرفتن از این مردم خبر بیری جرم است میگه این بچهش بود دختر من همیشه شماره مقدر تسلی میگه خونه امو بیبیشم شاید بگه که دفعه نمیایه بینی اگر نیست یک دفعه نمیایه قصهش نیستم بچه من خب باز کلی مرا خراب کردی دیگه نه مثلا تو همیشه کلی مرا خراب میکنی حالا میاد تو کردی دیگه قصص بخیر زور شدم نسوارم سر تو زور شدم بابه سر بابه هم زور میشه یا ایسا گرد یا چی چیزا میگن چی میگه دیگه راست میگه سر پیسگری خود مینازن خریب ما غریب هستیم غریب خدا داره غریب خدا داره خب برو یعنی اول به هیچ کد بیادر نرفته باشه کدام بچه تو نرفته باشه که بچه من بیزنه تو نام بچه من نگی فهمیدی؟ تو خوشت نام بیارتبت میکنی خیلی وقت باید مشکوک میشن میگی خوش وقتی نام شبت میکند من کدام گپ است کدام چیز دیگه کار داری چیز خدا پایان نمون که ما بیارم نه دیگه خلاص شد یا خونه کوردی بالا این آمدی چی جانم مرگ شده الا به نظرم کدام لغت زده پدر میره ایرم شکستانده خیر خوش شدن یا و راستش خوشی جان دیگه بگویم که امرای بیبیم یک دور نکنی فهمیدی کدام چیز میگید دیگه از پیشش مبایی علامت روی راست شدیم دیگه یه زود مادرش هست اگه نه انا خور تو خوی قسم میگی خو من هیچ چیز بیبی من نگفته بودم چیز بگی حال چیز بد نگفته بودم میشه که قسم مرا گفت حالا یک کلمه بد خواهد من میشنید که میکد نه تو چطور نمیبری نمیاری دیگه میگی که کالای دوی میتابه کشما میشویم حالا من گفتم بیبی من جانم هستی هستی بفهم خب دیگه چی بگویم دیگه ظرف خلاص شدنه نه وزیرم کجا فرد توبه نه بچه من از تو ما کم گرفتیم خیلی ببینید جان بیبی خود اینکا های زانیم سستی میکنه ها جان بیبی خود خون زیاد زایه کده این بالا میده باز بانه میشه مینیم خون بود که افتاوه واره پرس میرفته از تالی یکی نه من پدرم تو هم نبودی پدر تو هم نبود نه دخترها در این روزا بسیار روایی شده نه بطور بخاطر بیجانم پشت قراره چیز نمیگم همون میچونه تو درشان یک ناامیدی میگرده یکی نه درشان پیدا میشه بشه از کنی تو پیشتی برا کنی
پشتی مرا کنی که بگوی باش که بیبی من صحیح خدمت کنه نوزم باز پشتی از اوره میکنی. بیبی جان تو نداره پشتی از نداره ما پاره تو بیبی جان هر بیبی اکل شما گلا یک باغت بچه من لو وای 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 خیر بیا بچه الله تو کش کن خدا قل گبدا بزنم دختر مرا خدا جوانمرد کنه در گوشه که رفته پاک و پروردگار شاد نشن نامراد شن اردویشان خدا جوانمرد کنه امی بچه سگ از همین اما قناه فکر نداشت که دختر نامزاد کرد امی شیرنی داد چطور من بچه خدا ای کاره کرد کلی کار از سینمی نمیم است یکی نسوار پرده میگه که الله هست نیست مستم در دنیا ستارای آسمان هم اینم یکی مردار خوره که نسوار مندازه اول خیلی میگه که نسوار ایساد پرتو پیر زن شدید تو نسوار مندازی تا نسوار چی دیدی که تا زن خجالت نمیکشی مردار چیز دادان خدا انداخته میره از دیگه بچه از چی یاد بگیره؟ من میگم تو بچه از چی یاد بگیره دیگه خوب که نسازت رو هم سگره زد رویست نه خب فامیل مادر ما یک فامیل گنس هستن دیگر تا خون نکو فامیل رفتن خورم دیگه پس نمیه از دیگر خونی کنی مادر های فرشککایت نکردن او دختر من میخیزم میرم به میجان همه دیگه مادر بگو فکر میبود فکرش کار میکرد کل ما میرفتیم کدیش گپ میزدیم کجا با فکرش آره من فکر میزدم من یک چیز میگم پسان یک گپ دیگه میزنه و خدا بیامش میگم سس من دازم سرش یعنی من خود گفتم تنه خوبی بدی ما اما قدر انسانیت ما اما قبس نیکی ما اما قبس اگر نانو بوده میگفتی اگه تو من نانو گیری رو که عزت آبروش نگاه کنم تا حال رب اینما قبس او خودشون نخواد فهم اگر میفهمید بچه خودم میماند بچه خودم میفهمه که بچه ما چرسی و پودریست کسی تو دختر نمیده باید تو دختر سرخ و سفید و مقبول خدا کی میده علی بچه کجا گم شد کجا رفت از رفتیم قبول کنی که او دختر باز میگه چاکی داری میکنن دیوار دارن دیوارش بشکال پیدا کرده چاکی داری پیدا کرده که نباشه هنوز خوب آن نمیری یک دفعه خبر شد من نمیدونم چی میکنم بیبیشه چی کنم برنده پس بیبیشان برنده پس دیگهشان چی کنم در قصه کس مندی ولی اگر میمیستشان خبرم نیستم خبر فهمیدی نفهمیدی مثلا خبر نیستم چی کنمشان چی کنم تو بگو تو برای یه چیز نکنن بچه من دختر زیره برده دختر خودش که بگریزه که هر کس نام بچه من چون باید میکنی دختر کمت فراریه بیاز باید هر جای بگریز میره هرکی که پیسه داشت که هرکی خوش شمت میره که 4 شب 5 شب میره 4 شب 5 شب پس میره باز میره یارب دوبه او دختر کجاسی؟ ایردم پایین مندازم خیسته است اما توی رو بگی ای کتب باش از خود ایرم رفتی آوردی؟ برو کنال وزن امی بیاز گپشون جورست که یک موبایل دمی دستتانه دیگه کدام گپ نیست حال گیم میزنم دیگه خیلی چی کنم؟ اون طرف بر باش من طرف قلاچش که بخیر پرتشا ببینم پرتش اون جبانش اما تبانش چپش نکام تبان اینا برو ایرم دایجبان مر ریچه که یک تبیان اینجا که چند نقبش نمسته کنه چطور خوب افتاو هم هست روی اولی افتاوش رفت نه؟ ما گفتم روبروی افتاو نشم خیلی بازم روبروی افتاو میشم یا خیر است که من کام من فهمیدی بیبیم سرسفید است کدام چیز میگید خب مادرم خفه میشه به خاطر مادرمون نمیکنیم سیست دیگه به مادرمون نبی نگوی که بیبیم قسم گفت یا قسم گفت سیست نمی فهمیدی؟ آکه دیگه قسم گپار نزنی زیاد همی که برآمد دستش بگی من دستش خو میگیرم بیا پایین بر مینال باز پشت ما تو میگردن 2 دقیقه نبینیم ما پشت ما میگردن خیلی ظرفا رو میمونم یک موبایل بگی برو خیلی بیا دیگه خب باز پسان میبره میاره همین باید پیدا کنم باز تصادف واصلات که گم شد بچه‌م گم شد اردویش هم دستش یکی این فامیلش کلاش دستش یکی است بازم میگه نه بچه من شاکاری گرفته رفته شاکاری چی یک وقت کار نمیکرد بگال که دختر ما گم شد حالا بگو بچه تو شاکاری بگم اونجا جای دادنش دیگه خانم در کجا شاکاری گرفته که ما اونجا جایش برم ببینم دروغ میگه مادر خود از گپ خلاص میکنن چرا خدا گپ میسازه
او مادر دیگه چی کنم زاریم تقریبا ما چی کنم چی کنم ما دوای تا بیارم مادر دیگه مادر جان امید بیارم تو مادر جان امید گرم بیام نکن ما دیگه دلم ترق دیگه میکفه که امید ما بکفانو سر بیا امید نمیشه ما تو بیشی دیگه رقم بیشت مادر جان مادر تو بیشی کجا می دیگه نه مادر کل امسال سر با ما جمع میگیرین دقیقا نه با خدا به کلتان شوین الان تباه شدیم بیخم زندگی ما با خدا دست ما شد سبیل بانه سرتان هم دسکاولک و پسکاولک و موبایلا مادر جان نرو پیش از اون بری میگه دختر خودت بی تربیه بود دختر خودت صحیح تربیه نکرده بودی گریخ دختر امیزاری میگه که خور ترقنه که تو نترقن مادر جان نرو میگم خود کلانتان کردم در سرتان خواندم آل تو سعی کن تو نام خدا در کدام سمر رسیدین دکتر شدی حالا دوازانی ها باشه برو چند تا تخم پخته که یک چیز پخته که باش حالا قخور چی شدی سودار آوردم 12 با جست چطور است چه کار است سودار آوردم از من چرا پخته نکرده گوشتش مادم تو فقط تو منتظر کوک هستی کوک شوی فقط 4 بار شاو باشه سر یک موضوع مقصد فلان بگیری خان مقال کنی میگه پار یاد گرفتی دیگه همو دختر پیدا کنیم بیاریم همیجا بر خیر بم بچه همیجا میتم با میزت بابرو همیجا بچه که بچه بود دختر کنه بوده باشه ترکمه میبینی که درش دادی که چند تیز گفتیم پشت بزنم چرا میزنم من سوخ